تو این ویدیو به آموزش تکمیل فرم ثبت نام پاکت آپشن در سایت ایستگاه ترید میپردازیم. با من همراه باشید. سلام، خوش اومدین به این ویدیو از ایستگاه ترید. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم به سادگی و بدون نیاز به فیلتر شکن با استفاده از فرم ثبت نام در پاکت آپشن در این بروکر به سادگی ثبت نام کنید. با ثبت نام از طریق این فرم شما عضو باشگاه کاربران ایستگاه ترید هم میشید و میتونید از مزایای ما که دریافت ریبیت، دریافت استراتژی‌ها و سیگنال‌ها به صورت رایگان، آموزش‌های متنوع و استفاده از پشتیبانی حرفه‌ای ایستگاه ترید هست برخوردار بشید. برای ثبت نام از طریق این فرم شما ابتدا باید وارد گوگل بشید و این عبارت رو در گوگل جستجو کنید: فرم ثبت نام در پاکت آپشن ایستگاه ترید، و اولین سایتی که اینجا برای شما نمایش داده میشه که تکمیل فرم ثبت نام پاکت آپشن هست در سایت ایستگاه ترید، این رو باز کنید. این صفحه برای شما نمایش داده میشه که این فرم رو شما میتونید از اینجا ببینید. اینجا لینک افتتاح حساب در بروکر پاکت آپشن هم برای شما قرار دادیم که از این طریق هم میتونید ثبت نام کنید، ولی با استفاده از این فرم شما دیگه نیازی به فیلتر شکن ندارید. خب کاری که ما باید اینجا بکنیم خیلی ساده، باید آدرس ایمیل خودتون که بهش دسترسی دارید و معتبر هست رو در این بخش وارد کنید. بعد از وارد کردن آدرس ایمیل روی ثبت نام کلیک کنید. این پیغام برای ما نمایش داده میشه که ثبت نام ما با موفقیت انجام شد. اینجا نام کاربریمون که همون ایمیلی هستش که وارد کردیم و یک رمز عبور هم برای ما نمایش داده که برای ورود به حساب باید ازش استفاده کنیم. بعد از ثبت نام کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار میکنن و برای شما مشخصات ورود به حساب رو ارسال میکنن. شما میتونید از این طریق هم با پشتیبانی تلگرام ما 7 روز هفته در ارتباط باشید. از اینجا هم میتونیم لینک ورود به پاکت آپشن رو ببینیم که مستقیم ما رو وارد سایت پاکت آپشن میکنه و میتونیم وارد حساب خودمون بشیم. روی لینک ورود کلیک کنید، وارد این صفحه میشید که میتونید از اینجا وارد حساب خودتون بشید. اگر زبان روی انگلیسی بود از این بالا زبان رو روی فارسی قرار بدید. بخش اول بعد ایمیل رو وارد کنیم. بعد از ایمیل هم کلمه عبوری که اینجا برای ما نمایش داده شد رو کپی کنید و در اون قسمت وارد کنید. اگر تیک من رو به یاد داشته باش رو بزنید شما برای ورود به حسابتون دیگه نیازی نیست ایمیل و کلمه عبور رو دوباره وارد کنید و به صورت پیش‌ورز اینجا خودش براتون وارد میکنه. در نهایت روی ورود کلیک کنید. وارد کابین شخصی خودمون شدیم. شما از این منوی سمت چپ بخش پروفایل رو انتخاب کنید. روی پروفایل بزنید. این پیغام براتون نمایش داده میشه که میخواد شما آدرس ایمیلتون رو تایید کنید. روی آدرس ایمیل خود را تایید کنید کلیک کنید. یک لینک تایید برای ما ارسال کردش که باید از طریق ایمیلمون روش بزنیم و ایمیلمون رو تایید کنیم. این پیام هایی هستش که پاکت آپشن برای ما فرستاده. اولیش برای اینکه موفقیت آمیز بود ثبت ناممون و اینجا هم خوش آمدگویی کرد و این بالا هم بعد ایمیلمون رو تایید کنید. روی این گزینه سبز رنگ کانفرم ایمیل کلیک کنید. ایمیل ما با موفقیت تایید شد. در این بخش بعد نام و نام خانوادگی رو به صورت کامل با پسوند و پیشوند وارد کنید. بعد از وارد کردن این تیک ها رو بزنید. خب نام و نام خانوادگی ما ذخیره شد. اینجا بعد تلفن همراه خودتون رو وارد کنید. این تیک رو بزنید. بعد از شماره تلفن هم باید تاریخ تولد خودمون رو وارد کنید. در اینجا باید سال رو انتخاب کنید. اینجا ماه و در آخر هم روز رو انتخاب کنید. روی تیک بزنید و مشخصات اولیه ما هم در این بخش وارد شد که مرحله بعدی احراز هویت هستش که تو این ویدیو بهش نمیپردازیم. یک نکته مهم این که شما باید حتما رمز عبور خودتون رو در اسرع وقت تغییر بدید. شما باید بخش پروفایل رو باز کنید و روی امنیت کلیک کنید. این بالا میتونیم بخش تغییر کلمه عبور رو ببینیم که اینجا روش کلیک میکنیم و ابتدا باید کلمه عبور قدیمی رو وارد کنیم که ابتدا
سایت به ما داد، اینو اینجا کپی کنید و تو این بخش وارد کنید. سپس کلمه عبور جدید خودتون رو اینجا وارد کنید و بعد یه بار دیگه هم اینجا بنویسیدش که تایید بشه و بعد روی این تیک کلیک کنید تا رمز عبور خودتون تغییر پیدا کنه. به همین سادگی ثبت نام خودتون رو از طریق فرم ثبت نام در سایت ایستگاه ترید انجام دادید. اگر از طریق این فرم ثبت نام انجام بدید، شما عضو باشگاه کاربران ایستگاه ترید هم میشید و میتونید از مزایای ما که دریافت ریبیت، دریافت استراتژی‌ها و سیگنال‌ها به صورت رایگان، استفاده از پشتیبانی حرفه‌ای ایستگاه ترید و آموزش‌های متنوع هست برخوردار بشید. برای دیدن ویدیوهای مشابه مثل احراز هویت در پاکت آپشن، نحوه واریز و برداشت و ویدیوهای دیگه، کانال ما رو در یوتیوب، آپارات و نماشا دنبال کنید. اگر سوالی داشتید حتما سوال خودتون رو کامنت کنید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. موفق باشید و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.